رد میست یا ویدیوی ترسناک و مرموزی که در سال 2005 میلادی در مورد باب اسفنجی عرضه شده بود. رد میست یا غبار قرمز، ویدیوی ترسناک و مرموز که در سال 2005 میلادی درباره باب اسفنجی در اومده بود. و خیلی‌ها با نام‌های دیگری همچون خودکشی و اختاپوس این ویدیو رو میشناسن. داستان رو در مورد یکی از کارکنان کنترل کننده های انیمیشن سازی میشنویم. اونا 5 نفر دیگه اونا خیلی تعجب میکنن، اما بازم فکر میکنن که شوخی به این انیمیشن خلاصه اونا انیمیشن رو بررسی میکنن و وقتی انیمیشن شروع به پخش میشه میبینن که این قسمت نسبت به قسمت های دیگه خیلی از لحاظ تصویر بی‌کیفیت تره. اونا یه کمی تعجب میکنن، اما فعلا ظاهرا هیچ مشکل توی انیمیشن وجود نداره. خودتون اینجا رو ببینید. I wonder who that could be. May I have a moment? Not interested. The red mist is coming. ملاحظه کردید؟ به نظرتون عجیب و مرموز نبود؟ بیام یه بار دیگه ببینیم. The red mist is coming. چشمای ماهی قرمز شده و با لحنی ترسناک حرف میزنه. این میتونه هر کسی رو بترسونه. انیمیشن ادامه پیدا میکنه، اما با صداهای روبرو میشیم که بسیار ترسناکتر حتی از صحنه‌ای که قبلا دیدیم هستش. اختاپوس بازم شروع به نواختن میکنه، اما خنده های باب اسفنجی مزاحم کارش میشه. Will you two knock it off? I have a concert to practice for. در اینجا اختاپوس عصبانی میشه و به باب اسفنجی و پاتریک یه چیزی میگه که اونا گریه میکنن، اما بی صدا گریه میکنن و صدایی این وجود نداره. اما صداهای ترسناک و مرموز الان قراره بشنوین. به نظرتون این صداها شبیه این نبود که دارن یکی رو میزنن و یه چیزی داره روی زمین کشیده میشه و علاوه چشمای اختاپوس دقت کنید. به نظر فردا روزش اختاپوس اجرا داره و میره تا آهنگ بنوازه، اما با کمال تعجب میبینیم که چشمای اختاپوس یه جور دیگه شدن. وقتی اختاپوس شروع به نواختن میکنه هیچ که ازش خوشش نمیاد و چشمای تماشاچی‌ها عوض میشه و ماهی که اول دیدیم بازم ظاهر میشه و دوباره سریع قید میشه. اختاپوس بسیار ناراحت و شکسته میشه و با چشمای ترسناک رو به جلو خیره میمونه. آخرش هم خودکشی میکنه. The red mist is coming. We were a pair. اما این آخر ماجرا نبود و داستان زمانی ترسناک میشه که انیمیشن پلی بشه. اگه با دقت ویدیو رو تماشا کرده باشید خواهید فهمید که از اول فیلم هم یه سایه هایی روی فیلم وجود داشتن. به خاطر همین بررسی کننده ها تعجب میکنن و شروع به پلی کردن میکنن و عکسی وحشتناک ازش استخراج میکنن. عکسی که مربوط به جسد 3 کودکی که به طرز وحشتناکی کشته شده بودن. این 3 کودک چشمشون در اومده بودن، شکمشون پاره شده بوده و دست یکیشون عروسک اختاپوس، دست یکیشون عروسک باب اسفنجی و توی دست یکیشون عروسک پاتریک بوده. در این قسمت از ویدیو صدای دردناک ناله و خشخش رو میشنویم که گفته میشه این صداها صدای گریه همون کودکان قبل از کشته شدن بوده. بیای خودتون ببینید. Do it. Do it.
بررسی کننده ها سریعا به رئیس شبکه زنگ میزنن، اما اونا میگن که ما این چنین چیزی رو نساختیم. پس به خاطر همین این ویدیو تا به امروز مبهم باقی مونده و معلوم نشده که از کجا اومده و بدتر اینجاست که تا به امروز مشخص نشده چه کسی اون کودکان رو به قتل رسانده و مشخص نشده اون کودکان چه کسانی بودن، چون صورتشون با خون پوشیده بوده و این پرونده تا به امروز حل نشده باقی مونده و اون بررسی کننده هم به خاطر فشار روحی خودشو دار زده.